به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه روشن با عریضه مرد 40 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که هنگام در دهه رزدوش قرار داشتنش مرد 54 ساله ساکن امین نوحه در حالت مستی با جبر دیده مناقشه نموده با واسطه کارد یک مرتبه به شکمش زده است که در نتیجه ضرر جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. 21 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 21:20 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز شووالیف شورت سال تولدش 1986 ساکن نوحه دنغره هنگام حرکت با اتومبیلش با همراهی اویله و پسرش از سمت نوحه دنغره به سمت نوحه بلجوان در نوحه تیمور ملک از روده دوره واسطه نقلیاتش نبرآمده اتومبیل را چپه نموده است. در نتیجه پسر نوبالغش شووالیف بلال سال تولدش 2011 به سلامتی جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه اسماعیل سالمانی عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر پنجکین وارد گردیده است که ماه فوریه سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از جای کارش مهمانخانه زهره واقع در کوچه افسعزاد یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ 52 را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانی شده 3200 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوانزن 23 ساله ساکن شهر خوجند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.